¡Ey! ¡Ey! ¿Quién anda ahí? Le voy a marcar a la policía, ¿eh? Esto es propiedad privada. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! Tú, ven acá. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به اولین قسمت از فصل سوم ترسناکترین تصاویر واقعی ضبط شده از جن و ارواح که توشون قرار ویدیوهای وحشتناکی رو ببینیم که از کشورهای مختلف دنیا، از چین تا مکزیک، از جن و موجودات فراتبیعی ضبط شدن. ولی قبل از شروع میخوام بهتون بگم که از این به بعد تمام ویدیوهای این کانال با زیرنویس فارسی آپلود میشن تا دوستایی که ناشنوا هستن بتونن از دیدن ویدیوهای این کانال لذت ببرن. پس اگه کسایی رو میشناسین که با این مشکل روبرو هستن و به ویدیوهای ترسناک علاقه دارن، حتما ویدیوهای این کانال رو باشون به اشتراک بذارید. شماره 4، وقتی چراغ‌ها خاموش میشن. چند وقت پیش یه ویدیو تو این کانال آپلود شد به نام پرونده مرموز ابیوت هرناندز که توش ویدیوهایی رو با هم دیدیم که ابیوت هرناندز آلوارز توی خونش ثبت کرده بود که ادعا می‌کرد آپارتمانش توسط یه جن یا یه موجود غیر طبیعی تسخیر شده و بیش از 1 ساله که داره اتفاقای ترسناکی که توی محل زندگیش میفته رو با دنیا به اشتراک میذاره. بریم یه نگاه سریع به قسمت‌هایی از ویدیوهای قبل ابیوت هرناندز بندازیم. Déjame salir. حتی وحشتناکتر این بود که چند برخورد واقعا عجیب با این موجود وجود داشت، مثل صدای راه رفتن یه نفر که انگار به جای پا سم داشت. اما به شکل عجیبی تا اینجا اون فقط تونسته بود تصویر این موجود رو توی آینه اتاقش ببینه. وقتی 1 سال پیش همه این اتفاقات برای ابیوت شروع شد، اون میگفت این موضوع براش اهمیت چندانی نداره، اما با این حال از اون زمان انگار همه چیز واقعا وحشتناکتر شده. اتفاقات ماورایی آپارتمان ابیوت خیلی خطرناکتر و عجیبتر شدن و حتی ابیوت گفته صداهای عجیب اینقدر زیاد شدن که دیگه نمیتونه شبا بخوابه. اون اخیراً یه ویدیوی جدید آپلود کرده که این بار انگار همه چیز واقعا ترسناک شده.
برق خونه ابیود رفته که انگار هر بار اتفاقات ماورایی توی این آپارتمان شدت میگیرن اتفاق میافته. پس اون دوربینش رو برمیداره و شروع به فیلم برداری میکنه. اون شب ابیود چند اتفاق ترسناک رو تجربه میکنه، اما کمی بعدتر دوباره شروع به شنیدن اون صدای راه رفتن عجیب میکنه، قدم هایی که انگار هر لحظه بهش نزدیکتر میشن. وقتی ابیود برمیگرده یه زن وحشتناک رو پشت سرش میبینه که داره بهش به شکل ترسناکی لبخند میزنه. اما همون لحظه برق خونه برمیگرده و اون زن به همون سرعت دوباره ناپدید میشه. اما یه چیز خیلی عجیب دیگه راجع به این ویدیو وجود داشت که خیلی‌ها بار اول متوجهش نمیشن. یه خرس عروسکی گوشه اتاق روی صندلی قرار داده شده، ولی وقتی ابیود به طرف آینه برمیگرده اون خرس عروسکی روی صندلی نیست و وقتی دوباره به طرف صندلی برمیگرده خرس عروسکی سر جاشه، ولی این بار انگار جابجا شده. پس راجع به پرونده ابیود هرناندز چی فکر میکنید؟ آیا اون واقعا تونسته تصویر یه جن یا یه موجود فراتبیعی رو ضبط کنه که خودش رو به شکل یه زن درآورده، یا همه چیز ساختگی بود؟ شماره 3: ارواح خبیثه در خانه سیلویا. یه زن جوان به نام سیلویا سی توی کشور انگلیس، شاید توی یکی از تسخیر شده ترین خونه های دنیا زندگی میکنه. سیلویا یه شب بعد از اینکه وارد آشپزخونه میشه با یه صحنه خیلی عجیب روبرو میشه. پس دوربینش رو در میاره و شروع به فیلم برداری میکنه. Oh my god, gosh. Spirit in the kitchen, is there anything else you want to move tonight? Why are you... do you want my help? Please move something if you want my help. ولی به نظر من علیرغم اینکه سیلویا خیلی سعی میکنه آروم باشه و توی این ویدیو شمرده حرف میزنه، توی صداش میشه وحشت خالص رو احساس کرد. وقتی سیلویا از اون موجود میخواد که یه نشونه از خودش نشون بده، به شکل عجیبی یه چاقو از جاش در میاد و به طرفش پرتاب میشه. اما توی یه ویدیوی دیگه انگار این بار همه چیز واقعا وحشتناکتر شده. Banging that cupboard door. What do you want me to do? Can's moving now. Do you want me out of this house or do you want me to stay? شما میتونید بقیه ویدیوهایی که سیلویا موفق به ضبطشون شده رو توی کانال یوتیوبش به نام سیلویا سی ببینید. شماره 2: اداره تسخیر شده. ویدیوی بعدی توسط یه نگهبان به نام ریکاردو توی یه اداره تو کشور مکزیک ضبط شده. وقتی این نگهبان به همکاراش میگه که شبا اتفاقای عجیبی توی این اداره میفته، هیچ کس حرفش رو باور نمیکنه. درها باز و بسته میشدن و صداهای عجیبی توی این اداره شنیده میشد. پس اون تصمیم میگیره یه شب وقتی اتفاقات این چنین به اوج خودش رسیده بود، دوربینش رو روشن کنه و شروع به ضبط این تصاویر کنه. Hey, ¿quién anda ahí?
Le va a marcar a la policía, ¿eh? Esto es propiedad privada. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú, ven acá! انگار یه چهره عجیب رو میبینیم که بالای سر ریکاردو برای یه لحظه ظاهر میشه، اما بعدتر ریکاردو میبینه دوش همون خود به خود باز شده. اون که حالا دیگه وحشت زده شده بود تصمیم میگیره مطمئن بشه که کسی واقعا اونجا نیست و بعد اداره رو ببنده و از اونجا خارج بشه. Ustedes me vuelven a hacer esto y yo les renuncio, güey. Ya vámonos a dormir. Yo no estoy para estos jugueteos. Este vecino tiene que venir. Bueno. No. Güey, vámonos. انگار یه چیزی داره از پشت جعبه بهش نگاه میکنه و ریکاردو که از دیدن این صحنه وحشت کرده اداره رو ول میکنه و از اونجا فرار میکنه. اما ریکاردو واقعا چی دیده بود؟ ولی به نظر شما آیا واقعا یه موجود فراتبیعی توی این اداره وجود داشت یا اینکه همه چیز ساختگی بود؟ و شماره 1 راه آهن. و آخرین ویدیویی که قراره امشب با هم ببینیم توسط یه نفر به نام فرناندو ویکتورولی ضبط شده که در حالی که داشته به همراه چند نفر دیگه توی ایستگاه راه آهن محلیشون قدم میزده با یه صحنه خیلی عجیب روبرو میشه. ایستگاهی که به ادعای افراد محلی تسخیر شده و محل زندگی چندین جن و موجودات فراتبیعیه و حالا فرناندو انگار به مدرکی دست پیدا کرده که این موضوع رو ثابت میکنه. اون وقتی توی شیفت شب به همراه همکاراش در حال هدایت واگن‌های قطار به محل پارکشون هستن، باید حتما از کلاه‌های استفاده کنن که مجهز به هدکم باشه تا بتونن به دلایل امنیتی تصویر هر چیزی که میبینند رو ضبط کنن. یه شب وقتی فرناندو در حال بازگشت به محل استراحتشون بود، وقتی از کنار یه واگن خالی رد میشه با یه تصویر خیلی عجیب روبرو میشه. فرناندو ادعا میکنه که اون شب هیچ کس به جز اون و همکاراش توی ایستگاه حضور نداشتند و دوربینای امنیتی ورود و خروج هیچ کس رو به این ایستگاه ثبت نکرده. پس فرناندو با هدکمش چی میتونه ضبط کرده باشه؟ انگار یه نفر با یه چهره خیلی ترسناک داخل یه واگن ایستاده و داره بهش نگاه میکنه. واگنی که درش از بیرون قفل بود و هیچ کس نمیتونست اون زمان واردش بشه. جالبه که توی اون لحظه فرناندو هم به این موجود هیچ واکنشی نشون نمیده. نمیدونم، شاید خودش هم اون لحظه ندیدتش و یا شاید هم همه چیز ساختگی بود. توی کامنت حتما نظرتون رو راجع به ویدیوهایی که امشب با هم دیدیم بنویسید. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعد خدای بزرگ نگهدار همتون باشه.